دوستا وقت شما بخیر. خوش آمدیم به صفحه یوتیوب املاک مهندسزاده. آمدیم نهی 6 اخیر محل غلاما سه طبقه به تصویر میگیریم. دو تا ساختمان که به یک دیزاین به یک شکل مهندسی کار شده که نمای نام اندازه متفاوت داره و طبقه پایین دارای یک هال، آشپزخانه، اتاق و پارکینگ موتر. طبقه دوم دو اتاق، هال، آشپزخانه و طبقه سوم هم دو اتاق و هال و آشپزخانه داره. و ساختمان بعدی که از این قسمت قرار میگیره این دو شکل ساختمانه و دو ساختمانه که از این قسمت جدا شده. یک ساختمان اینه و ساختمان بعدی از این قسمت قرار داره که پارکینگ دارای یک موتر و چند تا سکل داره و همچنین طبقه پایین ورودی داره از این قسمت که دارای یک اتاق، هال و آشپزخانه. طبقه بالا دو طبقه بالا، هر طبقه دو اتاق و هال و آشپزخانه داره. و قیمت از این ساختمانی که به معرفی گرفتین، هر طبقه هر ساختمانی که سه طبقه 32 لک افغانی با جرامت. دوستا برق داره، آب داره، سیستم گازکشی داره، کانال کولر داره و همچنین این ساختمان بعدی که با تفاوت داره، قیمت تفاوت داره و همچنین متراژ تفاوت داره، کلا فرق میکنه. این ساختمان که هست از این قسمت شروع میشه تا از این قسمت پایینی ختم میشه. ورودی داره به دو طبقه بالا و ورودی داره به پایین. طبقه پایین که هست پارکینگ گنجایش یک موتر داره و دارای یک اتاق، هال، تقریبا دو فرشه و سرویس بیداشتی و همچنین طبقات بالا به این قسم از این سمت ورودی داره که میره هم به طبقه اول و همچنین به طبقات دوم و سیوم. طبقه دوم دارای دو اتاق، هال، آشپزخانه و سرویس بیداشتی و طبقه سیوم هم به شکل طبقه دیوم قرار داره. دوستا این ساختمان که هست 26 لک با جرامت قیمت از اینه. متراژ از این ساختمان 86 متره که در قبال درجه. دوستا این ساختمانی که ما و شما این دو ساختمانی که به اخیر محل غلاما معرفی گرفتین، این دو ساختمان متراژ زمین از این در قبال درجه 114 متر و ساخت از این دو ساختمان هر طبق از این 103 الی 4 متر ساخته شده که تقریبا سه طبق، هر سه طبقه که در نظر بگیرین یک ساختمان 300 و حدوداً خورده یا 6 متر یا 10 متر ساخته شده. قیمت از این ساختمان ها که به تصویر میبینین جداگانه هر سه طبقه که خواسته باشیم 32 لک افغانیه و ساختمان آخر 26 لک افغانیه. دوستا این بود موضوعات و جزئیاتی که در ناحیه ششم اخیر محل غلاما سه ساختمانی که به معرفی گرفتیم که یک ساختمان آخر که زمین از این کمتره و دو نیم طبقه و گنجایش از 3 فامیل داره که 26 لک افغانی با جرامت، باقی 32 لک افغانیه. هر دوست برادری که خواسته باشه به شماره واتساپ که در زیرنویس قرار داره با ما تماس شه و هماهنگ شه برای بازدید. بریم طبقه پایین ببینیم که طبقه پایین با چی مشخصات کار شده. ما رو داشته باشیم بریم طبقات پایین ببینیم. این کاسه رویه و یک دونه سنگ روشوی کار گذاشته شده و میریم به داخل هال و اطراف از این هم سرامیک کار شده. سیستم گاز از این ساختمان هم از طبقه پایین آماده شده و داخل هال شدیم. طوری که میبینیم داخل هال هم دو تا قالین گنجایش داره و به سرگاه قالین 1 متر اضافه هم هسته. یک جای LCD داره و همچنین سقف ازی با نورپردازی انجام شده، خیلی شفاف، منظم و شیک و اساس کار شده. اطراف ازی کلا سرامیک کار شده طوری که میبینیم و همچنین آشپزخانه داره که آشپزخانه کلا کابینت شده. اطراف آشپزخانه طوری که به جریان میبینیم کابینت اساس منظم و سقف ازی هم نورپردازی منظم و اساس لایت کار شده و همچنین به قسمت نورگیر نور داره به داخل می آشپزخانه و یک دانه اتاق داره به زیستم که یک قالی گنجایش داره این اتاق
اتاق 3 در 4 که سقف ازی کلا نورپردازی انجام شده و با لایت و نورپردازی کار شده و یک دانه حمام هم به این قسمت داره. دوستا این بود مشخصات و توضیحات طبقه پایین که به تصویر دیدین. حالا میریم طبقات بالا را ببینید که با چی سبک و با چی دیزاین کار شده. ما را همراهی کنید و ما را داشته باشید دوستا. آمدیم قسمت طبقه بالا. دو طبقه بالا که هست یک پارکن داره. این پارکن ازی گنجایش یک دانه موتر داره و چند تا سکل و اطراف ازی هم سرامیک کار شده و میریم طبقه ببینیم که با چند تا اتاق دارای چند اتاقه و طوری که میبینیم کتاری نکلی و سنگ کار شده. اطراف ازی راپله کلان سرامیک کار شده. به این قسمت که قرار گرفتیم کلان به دو بخش، سمت راست و چپ. سمت راست ما و شما اتاقه و همچنین یک دونه روشو و حال میریم داخل ببینیم که به داخل با چی سبک و دیزاین کار شده. یک دونه اتاق مهمانخانه داره که یک پنجره داره به طرف جاده 10 متره و نور پردازی داره و همچنین جای LCD در نظر گرفته شده و سقف ازی هم کلاً به نور پردازی انجام شده و لایت منظم کار شده و این اتاق گنجایش 2 قالین داره و بیشتر از 2 قالین هم هست. یک دانه سنگ روشو به این قسمت قرار گرفته که و حمام هم به این قسمت یا قرار داره و دستشویی هم به همین قسمت قرار داره. فکر کنم دستشویی داره به این سمت و میریم به داخل حال. طوری که دوستا به جریان قرار داریم و میبینیم این حال 2 قالین میخوره و 1 متر هم به سرگاه قالین میخوره که 5 در 6 حدوداً این حال از این خونه و جای LCD در نظر گرفته شده. به این قسمت یک جای LCD منظم شیک و اساس آماده شده و نورپردازی انجام شده و همچنین سقف ازی که میبینیم سقف حال کلاً با نورپردازی و لایت انجام شده و همچنین آشپزخانه کلاً کابینت انجام شده و برای لایت و نورپردازی آماده شده و سقف ازی هم لایت و نورپردازی داره منظم و شیک و حساس و اطراف ازی هم گرانیت کار شده. یک قسمت بالا گرانیت کار کرده شده و همچنین یک دونه اتاق داره که دست سینه داره 3 در 4 یک قالین گنجایش داره. ما رو داشته باشه میریم طبقه 3 ببینیم که با چی سبک و دیزاین کار شده. کتاری نگلی کار شده، راپله سنگ کار شده، زیر راپله گرانیت کار شده و اطراف راپله کلن سرامیک کار شده. طبقه بالا هم که میرسیم بر پاگرد به 2 جهت کلن، یک جهت مهمانخانه و جهت بعدی به حال. بریم داخل مهمانخانه را ببینیم. این مهمانخانه هم به دیزاین و به شکل مهمانخانه پایین یک جای LCD کار کردن دوستان در نظر گرفتن و سقف از این بالای نورپردازی انجام شده. خیلی مقبول، شیک و اساس و 2 قالین میخوره و 1 متر هم به سرگاه قالین میخوره که 5 در 6 و طبق طبقه پایین سنگ روشو و دستشویی هم به پاگرد داره. قسمت بعدی میریم داخل حال. ورودی به حال که شدن 2 قالین گنجایش داره و 1 متر به سرگاه قالین میخوره طبق طبقه پایین و همچنین جای LCD در نظر گرفته شده منظم و با نورپردازی انجام شده، اساس و شیک کار شده و سقف ازی هم با لایت و نورپردازی انجام شده و آشپزخانه هم کلا طوری که میبینیم آشپزخانه منظم و اساس کابینت شده طبق طبقه پایین و 1
نورپردازی به سقف ازی هم کار شده، خیلی اساس و منظم. بریم ببینیم طبقه بالا با چی شکل و چی دیزاین کار شده. طبقه 4 پشت بام میشه دوستا. پشت بام فکر کنم تاریک دسترسی ما نداریم. ای بود 3 طبقه که ما به تصویر کشیدیم و دوستا دیدن و مشاهده کردن. هر طبقه پایین یک اتاق و حال و حمام سرویس داشتی. طبقه دیوم 2 اتاق، حال، آشپزخانه، حمام سرویس داشتی و طبقه 3 هم به شکل طبقات پایین 2 اتاق خواب، حال، آشپزخانه، حمام سرویس، تمام امکانات مجهز، شیک، دیزاین روز، اساس منظم با دیکوریشن و سنگ راپله و سرامیک گرانیت کلا کار شده و در چینایی منظم اساس کار شده. پنجره پی وی سی کار شده. لایت نورپردازی اساس منظم کار شده. طوری که دوستا به تصویر میبینم کلا این ساختمان یک ساختمان شیک، اساس و معقولی کار شده که هر دوستی خواسته باشه این ساختمان رو بخره انشالله مبارکی باشه. دوستا این دو ساختمان که دیدیم به تصویر دیدیم اینا قیمت های یک تفاوت نمیکنه و ساختمان آخر که هسته قیمت فرق میکنه و تفاوت میکنه. این کمتر متراژ زمین از این از ساختمان های دیگر. دوستا فعلا این ساختمانی که میبینیم متراژ از این 98 متره و میره این طبقه اول طبقه پایین میبینیم. آمادیم طبقه پایین طوری که میبینیم یک پارکینگ داره، گنجایش یک منطقه داره، ورودی داره به حال. میریم داخل حال 2 قالین گنجایش داره طوری که میبینیم و یک آشپزخانه داره که کلا آشپزخانه از این کابینت شده و منظم و اساس کار شده و نور میگیره از طرف نورگیر و همچنین یک اتاق داره که گنجایش یک قالین داره 3x4. ای بود مشخصات و توضیحات طبقه پایین. دوستان ما رو داشته باشیم بریم ببینیم که طبقات بالا 2 طبقه بالا با چی دیزاین و با چی سبک کار شده و چند تا اتاق خواب داره. طوری که به جریان قرار داریم 2 طبقه بالا گنجایش 2 موتورسیکل داره و ورودی داره همچنین به پایین و میریم بالا. کتار نگلی کار شده، سنگ کار شده، اطرافی و سرامیک کار شده و کف ازی هم سنگ کار شده و همچنین پنجره داره و طرف جاده 10 متره. طبقه دیوم آماده ایم. ورودی داره به قسمت سمت حال که گنجایش 2 قالینر داره و همچنین جای LCD و اتاق خواب و سقف و نورپردازی و لایت انجام شده و همچنین آشپزخانه، کابینت، آبگرم کن و حمام و بیداشتی اساس منظم کار شده و به این طبق طبق طبقه بالا کار شده و یک دانه مهمانخانه داره به سمت دست چپ ما شما که گنجایش 1 قالین و بیشتر از 1 قالین هست 3x5 و سقف از نورپردازی لایت انجام شده و یک پنجره داره به طرف جاده 10 متره و نورپردازی به داخل همی حال و یک پنجره داره به طرف حال. و بریم ببینیم که طبقه بالا طبقه 3 با چی دیزاین کار شده و راپله سنگ، کتار نگلی و پنجره برای نور به طبقه بعدی. به داخل اتاق شده ایم. اتاق طبق طبقه پایین یک اتاق داره که 5x3 و کلا اساس منظم کار شده و گنجایش 1 قالین و بیشتر از 1 قالین داره. این اتاق پنجره داره به طرف جاده 10 متره و همچنین یک دانه حمام هم این اتاق گنجایش داره و قسمتی برای آشپزخانه در نظر گرفته شد. دوستان طبقه پایین بالا که هست نیم طبقه که گنجایش برای 1 فامیل
خیلی کوچیک که عبارت از 3 نفر یا 2 نفر باشه جا داره. دوستا میپردازیم به راستا قیمت از این ساختمان 26 لک افغانیه با جرامت. هر دوست برادری که خواسته باشه این ساختمان رو بخره با شماره واتساپ که در زیرنویس قرار داره میتونه با ما هماهنگ شه و تماس بگیره. ساختمانی که به معرفی گرفتین هر طبقه، هر ساختمانی که 3 طبقه 32 لک افغانیه با جرامت. دوستا برق داره، آب داره، سیستم گازکشی داره، کانال کولر داره و همچنین این ساختمان بعدی که با تفاوت داره، قیمت تفاوت داره و همچنین متراژ تفاوت داره، کلا فرق میکنه. این ساختمان که هست از این قسمت شروع میشه تا به این قسمت پایینی ختم میشه. ورودی داره به 2 طبقه بالا و ورودی داره به پایین. طبقه پایین که هست پارکینگ گنجایش 1 موتر داره و دارای 1 اتاق هال تقریبا 2 فرشه و سرویس بیداشتی و همچنین طبقات بالا به یک قسم از این سمت ورودی داره که میره هم به طبقه اول و همچنین به طبقات دوم و سیوم. طبقه دوم دارای 2 اتاق هال، آشپزخانه و سرویس بیداشتی. دوستا این ساختمان که هست 26 لک با جرامت قیمت از اینه. متراژ از این ساختمان 86 متره که در قبال درجه. دوستا این ساختمانی که ما و شما این 2 ساختمانی که به اخیر محل غلاما معرفی گرفتین، این 2 ساختمان متراژ زمین از این در قبال درجه 114 متر و ساخت از این 2 ساختمان هر طبق از این 103 الی 4 متر ساخته شده که تقریبا 3 طبق، هر 3 طبقی که در نظر بگیرین یک ساختمان 300 و حدوداً خورده یا 6 متر یا 10 متر ساخته شده. قیمت از این ساختمان ها که به تصویر میبینین جداگانه هر 3 طبقی که خواسته باشیم 32 لک افغانیه و ساختمان آخر 26 لک افغانیه. دوستا این بود موضوعات و جزئیاتی که در ناحیه ششم اخیر محل غلاما 3 ساختمانی که به معرفی گرفتیم که یک ساختمان آخر که زمین از این کمتره و 2.5 طبقه و گنجایش از 3 فامیل داره که 26 لک افغانیه با جرامت، باقی 32 لک افغانیه. هر دوست برادری که خواسته باشه به شماره واتساپ که در زیرنویس قرار داره با ما تماس شه و هماهنگ شه برای بازدید. دوستا تا املاک بعدی، خانه بعدی، الله یار و مددگار شما.